با سلام، سعید احصایی هستم. با ادامه آموزش نرم افزار رکورد باکس در خدمتتونم. تو بخش قبل اومدیم در رابطه با تنظیمات کارت صدا تو نرم افزار رکورد باکس صحبت کردیم. تو این بخش می‌خوایم در رابطه با تنظیمات و امکاناتی که برای نمایش یا شخصی سازی نوع نمایش نرم افزار وجود داره صحبت بکنیم. از سمت چپ بالا شروع می‌کنیم به توضیح دادن در رابطه با گزینه‌هایی که برای نمایش نرم افزار وجود داره خدمتتون. ما اینجا یک فلشی داریم که 4 تا حالت داره. حالت اکسپورت و حالت پرفورمنسش حالتیه که شما میتونید برای اجراتون استفاده بکنید. حالت لایتینگ برای نورپردازیه که جلوتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم و حالت ادیت هم که خب از اسم مشخصه شما حالا میتونید یک قسمتی از موزیکتون رو برش بزنید، یک قسمتیش رو کات بکنید یا حذفش بکنید. میتونید از این قسمت این کارا رو بکنید که حالا جلوتر اینا رو همه رو بهتون میگم. برای نوع نمایشش این دو تا حالت رو داریم که حالت اکسپورتش یه مقدار امکاناتش کمتر نسبت به حالت پرفورمنسش و در واقع حالت ویژش. حالا دوباره برمیگردم رو همین حالت. رو این حالت شما میکسر هم نمیبینید در ضمن، مثلا شما هر گونه امکاناتی که در رابطه با میکسر هستش رو دیگه نمیبینید. بیشتر امکاناتی که مشاهده میکنید برای قسمت پخش کننده ها یا دک ها هستش. اینجا نوع نمایش پخش کننده ها دک ها رو داریم که یکی حالت هوریزونتال و حالت ورتیکال هستش. میبینید که مدل قرارگیری دک ها و مدل حرکت ویو فرم اینجا تغییر میکنه. من یک موزیک لود بکنم تا بهتر متوجه بشیم. این الان ویو فرم ما از پایین به بالا حرکت میکنه و رو این حالت در واقع ما این ویو فرم رو اینجا داریم. دک ها در پایین هستن. حالت 4 دک و حالت 2 دکش هست. برای هر دو حالت هم دوباره داریم حالت 4 دک عمودی و حالت 4 دک افقی رو داریم اینجا. اگه خب دستگاهتون 4 دکه میتونید از یکی از این حالت ها استفاده بکنید برای هنگام اجرایتون. بروز که در واقع شما به صورت کامل بروز رو میبینید. اگه میخواید بروز رو به صورت کامل ببینید با زدن دکمه اسپیس کیبوردتون هم میتونید این کار رو انجام بدید. من دوباره برمیگردم رو حالت 2 دک هوریزونتال. در نوار بالا امکانات نرم افزار شما میتونید اینجا نمایش بدید. تو ورژن های قبلی شما اصطلاح هر کدوم از اینا رو اینجا میدید. مثلا میکسر رو نوشته بود، حالا در واقع ورژن 6 به قبلش، یا مثلا افیکس ها رو حالا الان میتونیم آیکون افیکس داریم، افیکس هم روش نوشته شده. مثلا رکورد رو با واژه رکورد اینجا برای ما نمایش داده. حالا دونه دونه میزنیم. افیکس رو که بزنیم خب افکت ها، تمام افکت هایی که داریم برای نرم افزار اینجا نمایش داده میشه. یک آپشنی که نرم افزار رکورد باکس نسبت به دیگر نرم افزارها داره که خب میدونید رو دستگاه‌های پایینر یه قسمتی داریم به عنوان ساوند کلر افیکس که من جلوتر تو قسمت افیکس ها به صورت کامل در رابطه با اینها صحبت خواهم کرد که شما میتونید به صورت دیفالت یا به صورت یوزر استفاده بکنید. خودتون میتونید تنظیماتشون رو به صورت دستی داشته باشید. میتونید اون نابی که در قسمت پایین اکولایزرتون هستش و خودتون از طریق این افکت هایی که اینجا برای ما به صورت یوزر قرار داده تغییر بدید و هر کدوم از این هایی که لازم دارید و اونجا اضافه بکنید. این بجز افیکس هایی هستش که شما به صورت پیش‌فرض روی دستگاهتون دارید که گفتم جلوتر به صورت کامل در رابطه با این قسمت صحبت خواهیم کرد و امکاناتی که این قسمت بهتون میگه رو روی دستگاه قشنگ بهتون نشون خواهم داد. و گزینه بعدی این بانک سامپل یا خونه های سامپلی هستش که در قسمت پایین نمایش داده میشه زمانی که روش کلیک میکنین که سامپل تو نرم افزار رکورد باکس یک مقدار حالا با نرم افزارهای دیگه تفاوت داره و یه سری امکانات اضافه داره مثل سکونسر که حالا اونم دوباره رو دستگاه بهتون نشون میدم و چجوری میتونید ازش استفاده بکنید بهتون خواهم گفت. و نمایش میکسر که خب تریم یا گین رو داریم، اکولایزرمون رو داریم، چنل فیدرها و کراس فیدر که در این پایین نمایش داده میشه. ناب های کنترل کننده هدفون، صدای خروجی هدفون که اینجا برای ما این پایین اضافه میشه. خب اگه میخواین معمولا خب خوبه که حالا شما تنظیمات و امکانات میکسر رو اینجا ببینید. من دیگه اینو حذفش نمیکنم، در واقع میذارم تو نمایشمون باشه. گزینه بعدی امکان رکورد هستش که در رابطه با رکورد هم تو یک جلسه به صورت مجزا صحبت میکنیم که یه سری تنظیمات داره قسمت رکورد و در واقع ضبط کردن صدای خروجی یا مسترتون که شما تو امان اینکه دارید کار میکنید میتونید از اجراتون هم در واقع خروجی بگیرید یا به صورت یک پادکست برای خودتون ذخیره بکنید که اینم توی یک جلسه کامل در رابطه باهاش صحبت میکنیم.
و امکان نورپردازی یا کنترل DMX که این هم یکی از اون امکانات خاص نرم افزار رکورد باکسه که البته احتیاج به یک سخت افزاری داره که شما باید به نرم افزار در واقع به لپتاپ یا کامپیوترتون وصل بکنید تا یک رابطی باشه با دستگاه‌های نورپردازیتون و میتونید یه سری پروتکل ها رو اینجا تعریف کنید، یک سری الگوریتم ها رو اینجا روی موزیکتون طراحی بکنید که نسبت به موزیکتون نورهاتون تغییرات روشون اعمال بشه. البته یه سری چیزای اتوماتیک هم داره که در آینده قطعا در رابطه باهاش صحبت خواهیم کرد. به جز تنظیماتی که این بالا داریم، یه سری تنظیمات هم تو قسمت ستینگ داریم. زمانی که وارد ستینگ میشه، اولین گزینه ویو هستش، دومی هم گزینه یا تنظیمات آدیو هستش که جلسه قبل در رابطه باهاش صحبت کردیم. اولین امکانی که تو قسمت ویو وجود داره زبان هستش که خب طبیعتا فارسی که نداره. همونطور که میدونید حتی آی پی های ایران هم برای سایت های مثل کوو و سایت پاینر بلاکه دیگه، حالا چه برسه بخوان زبان فارسی هم بهش اضافه بکن. سایز فونت یا سایز نوشته ها رو میتونید اینجا تغییر بدید، میتونید بولدش بکنید با زدن این تیک. اگه حالا مانیتورتون کوچیکه میتونید این کار رو انجام بدید، ولی خب اون وقت تعداد موزیکاتون هم کم میشه اینجا. و اینجا میبینید میتونید فاصله بین هر فولدر یا بین هر ترک رو تنظیم بکنید. این گزینه زمانی که فعال باشه، خب اگه تعداد دکاتون بالاتر بره، شما زمانی که ناو بروزتون رو میچرخونید تو دستگاهتون، این بروز دیگه پایین نمیادش، فقط قسمت مرکز میمونه و موزیکا بالا پایین میشن. اگه خب تعداد زیاد بشه، به طور مثال الان ببین همه اینا رو که باز میکنیم این قسمت خیلی کوچیک میشه و اگه بروزتون رو بچرخونید فقط بروزتون روی این ترک قفل میشه. این واسه زمانی که خب میگم تعداد آپشن هایی که از استفاده میکنید زیاد میشه و همیشه میخواین اون ترکی که لود میکنید و تو قسمت مرکز براتون نشون بده که خب میان تیکش برای من فعال. میدیدید که من به محض اینکه تیکشم غیر فعال کردم اومد دوباره این قسمت وسط قرار گرفتش. ریست کالر، این زمانی که تیکش فعال باشه، خب شما هر موزیکی که لود میکنید اینجا برای شما رنگش رو تغییر میده. ببین من الان موزیک رو لود میکنم، حالا یه موزیک دیگه لود میکنم. ببینید اگه این گزینه فعال باشه، خب شما زمانی که از نرم افزار خارج میشید، این میاد اینا رو برای شما ریستش میکنه. ببینید دقیقاً گزینه‌اش هم همین نوشته، کالر اف پلی، ترک هایی که قبلا پلی شدن و رنگشون رو براتون تغییر میده که حالا رو حالت پیش‌ورزش حالت ریست هستش. این حالت پیش‌ورز هم باشه بهتر. یه سری امکانات برای قسمت بروز داریم، حالت لی‌اوتش داریم. مثلا اگه شما اکانت بیتپورت دارید میتونید از این استفاده بکنید. اگه ساوند کلاود دارید، اگه حالا اکانت های دیگه ای دارید میتونید استفاده کنید. اما اکسپلور رو خب دیگه نمیتونید بردارید. خب اکسپلور به خاطر اینکه موزیک هایی هستش که شما داخل هارد درایوتون دارید و اگه بخواید داخل درایوتون دستی داشته باشید نمیتونید این کار رو انجام بدید. دیسپلی کیو، اگه شما رو موزیکتون کیو پوینت یا در واقع هات کیو داشته باشید، تو قسمت بروزتون هم اینو براتون نمایش میده. ببین الان به طور مثلا من روی این ترک هات کیو میذارم و میبینید الان فعاله. اگه این تیکو من بردارم، میبینید تمام هات کیو و حتی کیو ها، این قرمزا کیو، این سبزی که حالت مربعی داره، حالا رنگاش هم میتونید تغییر بدید خودتون، جلوتر بهتون میگم چیکار بکنید، ولی اینا رو براتون اینجا دیگه نمایش نمیده. این پلیت پلان یه قسمتی هم تو نوار بالا اضافه میکنه که میتونید یه سری فولدرها رو به صورت شورتکات اونجا قرار بدید که تو قسمت بروز بیشتر البته باهاش صحبت میکنیم. OSC سامپل، یه سری دستگاه‌های پاینر یه قابلیتی دارن به عنوان OSC سامپل، حالا یا اسیلاتور سامپل، که حالا یه سری صداها رو شما میتونید اینجا داشته باشید. ببینید زمانی که من تیکشو میزنم اینجا برای من این قسمت رو میاره. اگه دستگاهتون داره که دستگاهی فکر میکنم RZX من تو ذهنم هست که این قابلیت رو داره و حالا شما صداهای مختلف میتونید قرار بدید. براش ناب داره، پیچ داره، دقیقا رو خود دستگاه امکاناتش رو داره. اگه دستگاهتون نداره که خب نمیتونید ازش استفاده بکنید، فقط میتونید با موس و در واقع کیبورد ازش استفاده بکنید، ولی اونجا رو دستگاه خودش پیش‌فرض براش ناب قرار داده. افکت پنل هستش. ما گفتیم این قسمت بالا یه سری افکس داریم. ببینیم دوباره خب ببین حالت بیت افکسش در واقع همون افکس های دستگاه، افکس های پیش‌فرضی که ناب براشون داریم
ساوند کنترل افکس هم همون نابی هستش که در زیر معمولا اکولایزر قرار میگیره و این هم ترکیب دوتاشه، یعنی شما هم ساوند کنترل افکستون رو میبینید، هم قسمت بیت افکساتون رو میتونید ببینید. این ترتیب ویو فرما هستش که شما میتونید خودتون ترتیب ویو فرما رو حالا به دلخواهتون تغییر بدید. برای حالت 4 دکش میبینید که الان به ترتیب میشه 1 و 2، ولی مثلا اگه 4 دک بشه میشه 1 2 3 4. میتونید تغییر بدید که این ویو فرما رو به چه ترتیبی براتون نشون بده، از بالا به پایین. رو حالت اتو باشه بهتره، اینجور چیزا رو سعی کنید زیاد دست نزنید. حالت پد هستش که نوع نمایش پدها میبینید به صورت لیست نشون میده یا به صورت خود شکل پدهایی که رو دستگاهتون هستش میتونید نمایش بدید. تول تیپس، ببینید زمانی که شما تو نرم افزار میاد روی یک گزینه قرار میگیرید، یه سری توضیحات براتون میاره. ببین مثلا من میام روی این قسمت قرار میگیرم، یه سری توضیحات برام نشون میده. مثلا اینجا قرار میگیرم یا هر جای دیگه ای شما قرار بگیرید، یه سری توضیحات براتون میده که مثلا چی کار میکنه. اگه میخواین توضیحات رو نشون نده، این تیکو بردارید. ببینید الان دیگه من هر جا میام دیگه هیچ توضیحاتی واسه من نشون نمیده. رو هر ناب یا حالا فیدر یا هر ابزاری بیام قرار بگیرم، دیگه هیچ گونه توضیحاتی در رابطه با اون ابزار به من نشون نمیده. تنظیمات قسمت ویو فرم. یه نکته مهم بهتون بگم، اگه موقعی که یک موزیکی رو داخل ترکتون لود میکنید و احساس میکنید که ویو فرماتون لک میزنه یا یه مقدار کامپیوترتون یا لپتاپتون یه مقدار سنگین کار میکنه، پیشنهاد من اینه که بیاید این حالت ویو فرم از حالت های رو مید قرار بدید. اگه آوردید رو مید درست نشد، بیارید رو حالت لو قرار بدید. البته وقتی این کارو میکنید باید نرم افزارتون رو یک بار ببندید و مجددا باز بکنید. ولی خب اینجا من مشکلی ندارم، وقتی رو حالت های هم قرار میدم میبینید که پلی میکنم، هیچ گونه مشکلی برای من پیش نمیاد. اگه شما این مشکل رو دارید، بازم میگم اگه این مشکل رو دارید، بیاین رو حالت لو قرار بدید و سعی کنید که یه مقدار گرافیکشو بگیرید پایین‌تر تا سیستمتون بتونه نرم افزار رو به راحتی ران بکنه. رنگ های ویو فرم رو اینجا ما داریم. رنگ RGB داریم که خب سه تا رنگ اصلی رو برای ما اینجا نمایش میده و حالت تری بند رو داریم. حالت تری بندش میادش هر کدوم از صداها رو دیگه به صورت ویو فرم نشون نمیده، به شکل در واقع به حالت رنگ بندی برای شما نشون میده. صداهای بم و با رنگ آبی، صداهای میانی و قهوه‌ای و صداهای فرکانس بالا رو با رنگ سفید براتون نمایش میده. اگه تو قسمت ویو فرم مشکل دارید، من تو مجموعه آموزش مجازی دیجی یه قسمت به صورت کامل در رابطه با مبانی صدا، بحث فرکانس دامنه و ویو فرم کامل صحبت کردم که خیلی درک شما رو از قسمت ویو فرم میبره بالا. اگه میخواید اون قسمت رو تماشا بکنید خیلی بهتون کمک میکنه. تنظیمات بعدی مدل نمایش ویو فرم تو قسمت دک ها هستش. به حالت فول باشه یا به صورت هاف یا نصفه باشه. ببینید الان این حالت نصفه یا فولش رو این قسمت توجه بکنید برای ما تغییر میده. یه تنظیماتی داریم تو قسمت ویو فرم به عنوان کانتر بیت ها. توی این قسمت برای ما نشون میده که ببینید شما میتونید اینجا تغییر ایجاد بکنید به نوع نمایش کانترتون که حالا نوشته برپایه چی باشه، برپایه مموری باشه که خودتون تعریف کردید. مموری فاصله شو، یعنی در واقع شما مثلا از فاصله بیت 8 تا مثلا بیت 16 رو بیاد برای شما دوباره یک عدد جدید بندازه، یا میتونه از اول قرار بگیره این پوزیشن. رو حالت کورنت پوزیشن باشه خیلی بهتره به نظر من، چون این حالت مموری کیو در واقع خب شما میاد برای شما فواصل بین هر کیو رو محاسبه میکنه. از مثلا کیو 2 تا کیو 3 رو برای شما دوباره یک میزان بندی جدید یا یک عدد جدید نشون میده که یه مقدار امکان داره به مشکل بر بخورید. البته خب خیلی هم دقت نمیکنن اصلا به این بحث میزان بندی ها توی موزیکا. یه سری تنظیمات هم برای رنگ کلی نرم افزار داریم. مثلا اگه شما جایی قرار پلی بکنید که نور زیاده یا اصطلاحاً روز هستش یا توی محیط باز هستش، میتونید از حالت لایتش استفاده بکنید. این حالت لایتش یه سری امکانات به شما میده که خب شما بهتر نمایشگرتون رو ببینید و تو جایی که خب طبیعتا نور زیاده از این امکانش استفاده بکنید خیلی بهتر. حالت دارکش هم برای جایی که خب طبیعتا تاریک هست. حالت رنگ های پد فیکس ها که شما اینجا میتونید رنگ های پد فیکساتون رو تغییر بدید. پد فیکس یک مودیه روی پد ها که رو دستگاه های پاینر وجود داره
بعضی از مدل ها 2 تا مود داره، بعضی یه دونه داره که حالا شما میتونید اینجا هر کدوم رنگش رو تغییر بدید که دیگه احتیاجی نباشه مثلا به مدلش نگاه بکنید و از روی رنگش تشخیص بدید که این پد فیکستون چه عمل کردی داره. این تنظیماتی که بهتون گفتم تقریبا میشه گفت مهمترین تنظیماتی بودش که برای نرم افزار وجود داره. جلوتر توی هر قسمت دوباره اگه تنظیماتی هستش من همه اون تنظیمات رو براتون میگم، تنظیماتی که مربوط به هر قسمت میشه رو مجددا تو قسمت خودش هم بیشتر توضیح میدیم در رابطه باشه. این تنظیمات کلی نرم افزار بودش که حالا شما زمانی که نرم افزار رو باز میکنید به راحتی بتونید از یه سری امکاناتش استفاده بکنید.